مناره رو که مشاهده می‌فرمایید متعلق به مسجد آدینه یا مسجد پامنار سبزواره. این مناره 17 متر ارتفاع داره. این مسجد در سال 317 بنا شده و در سال 444 بر اثر یک زلزله محیط بخشی از این مناره فرو ریخته. در سال 1146 به شماره ثبت 647 به ثبت ملی رسیده و جالبه بدونید که این مناره جنبان هستش. یه شعری هم هست میگن به شهرهای دیگر فخر اصفهان این است که در زمین صفاهان مناره می جنبد، ولی رقیب کنون گشت بهرشان پیدا منار تازه که در سبزوار می جنبد. شما هم از این مناره و از این مسجد